با قلمرو روسیه همراه کردن نیمجزیره کریم و شروع خشونت‌ها در شرق اوکراین از تحولاتی شد که به جریان‌های سیاسی در بسیاری از کشورهای شوروی سابق تاثیر گذاشت. با اعمال تحریمات اقتصادی علیه روسیه و پایین آمدن قرب روبل روسی، وضع اقتصادی در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیر گذاشت. نازیم اشانقولوف رهبر مرکز بازار آزاد تاجیکستان مشورت می‌دهد که در شرایط افت با سرعت قرب روبل روسی ذخیره‌های پولیتان را با دیگر اسعار نگه دارید و صحبت امروزه نیز در همین باره است. نازیم قبل از صحبت درباره سال 2014 راجع به وضع اقتصادی تاجیکستان دایر به دوربینی‌های وضع اقتصادی در سال آینده می‌گفتید. مشکلات گیوسیاسی روسیه و پایین‌روی قیمت نفت در بازار جهانی به اقتصاد ملی این کشور تأثیر گذاشت و به کشورهای وابسته از اقتصاد روسیه از جمله تاجیکستان هم اثر کرد. از جمله انتقال حجم پولها و میزان واردات مال و معامله‌های تجارتی با روسیه کاهش یافت. صندوق بین‌المللی اسعار پیشگویی می‌کند که در روسیه سرعت رشد اقتصاد 1% کاهش یافته، در تاجیکستان وابسته از اقتصاد روسیه 0.5% کم می‌شود. به قربشوی سامانی در پی رکود روبل سبب سرعتیابی انفلیاسیون یا تورم می‌شود و آن احتمالاً امسال 6.5% را تشکیل دهد. سال گذشته این نشان داد 5% را تشکیل داده بود. با سبب اینکه وابستگی اقتصاد از دلار آمریکایی 60% را تشکیل می‌دهد، همه گونه تغییر در قرب پول آمریکایی به طور مستقیم به نرخ‌گذاری‌ها در تاجیکستان تأثیر خواهد کرد. شروع موسم کشت، آغاز سفر مهاجران کاری به روسیه و تدبیرهای فوند ذخیروی ایالات متحده آمریکا باعث بالاروی قرب دلار می‌شوند و عین زمان باعث بالاروی میزان تورم در اقتصاد کشور که احتمالاً 8% را در سال 2015 تشکیل خواهد داد. پس در چنین شرایط یا شما برای آدمان عادی، مردم عادی تاجیکستان چی مشورت می‌دهید؟ اگر یک ذخیره کمی پولی داشته باشند، با کدام اسعار این پول‌های خود را نگه دارند؟ در شرایطی به قرب شوی با سرعت پولی ملی، شهروندانی که ذخیره‌های پولی در اختیار دارند باید تدبیر برای یک اندازه حفظ کردن قرب این پول‌ها بیاندیشند. بی‌شبهه در چنین شرایط کدام یک راه فوق‌العاده نجات بخش بودن نمی‌تواند، چونکه انفلیاسیون یا تورم به همه گونه اسعار خارجی تاثیر کرده می‌تواند. تنها فرقش در سرعت تغییر قرب یا ارزش خریداری این پول‌ها است. ولی اگر ما پول ملی تاجیکستان سامانی را با قرب دلار آمریکایی، یورو یا دیگر اسعار مقایسه کنیم، بی‌شبهه باید اعتراف کنیم که اسعار خارجی نسبتاً باثبات‌ترند. از همین خاطر مشورت این است که ذخیره‌های پولی را بهترش دیورسیفیکاسیون کنند، یعنی طوری میگویند به هیچ صورت تمام تخم‌ها را در یک سبد انداختن نشاید. اگر ذخیره‌های کلانی پولی داشته باشید، بهترش آنها را قسماً با دلار، قسماً با یورو و حتی با یوان چینی برگردانده ذخیره کنید. تشکر. نازیم اشانقولوف رهبر مرکز بازار آزادی تاجیکستان صحبت می‌کرد.